مثلا تو این خبر میخونیم که بین ایران و ژاپن قرارداد تبادل دانشجو بسته شده و ژاپنیا قراره برای تحصیل تو ایران بورس بگیرن. وضع دانشجوهای ایرانی هم به نظر خوب میاد. تو ایران دانشگاه آزاد داره مراحل اول بازگشاییشو سپری میکنه و تو خارج هم وزارت علوم یه واحد مخصوص تو لندن تأسیس کرده که به دانشجوهای ایرانی مقیم انگلیس سرویس بده. سفارت آمریکا تو تهران خبر از صدور 24 ساعته ویزا برای دانشجوهای ایرانی میده و میگه که یه بخش جدید باز کرده که تو نیم ساعت اول کارش به 15 تا دانشجوی ایرانی ویزا داده. اما جدای از خارجی‌هایی که به تهران سرازیرن، پایتخت میزبان مهاجرینی که از شهرهای دیگه به مرکز اومدن هم هست. امنیت تهران داره به صورت تصاعدی بالا میره و از همون روزاست که میبینیم مشکلی به اسم پارکینگ تو تهران خودشو نشون میده. تو همین گیروداره که توی خبر عجیب میبینیم که شهرداری تهران دهونک رو منطقه حفاظت شده طبیعی اعلام کرده تا با این کار جلوی بورس بازی رو زمین رو بگیره. تلویزیون ایران 2 تا کانال داره که جدول پخش برنامه‌هاش هر روز تو صفحه مربوط به رویدادهای هنری چاپ میشه. نکته جالب این که یه قسمت از برنامه‌ها به تلویزیون آمریکا اختصاص داره که حدود 7 ساعت در روز رو آنتنه. یکی از سریال‌های ایرانی شناخته شده هم که تو جدول پخش می‌بینیم، سریال آقای مربوطه است. طنزی اجتماعی ساخته بهزاد اشتیاقی که از سال 53 به طور مرتب پخش میشد و با رسیدن زمستون 57 برای همیشه متوقف شد. شامل همه میشه، حتی رؤسا. ایرانیان تو سال 54 سرگرمی‌های زیاد دیگه هم از کازینو و دانسینگ گرفته تا کنسرت و اپرا و رقص باله دارن. دنیای موسیقی سال 54 هم روزای پرزرق و برقی رو میگذرونه و از تبلیغاتی که تو روزنامه ها میبینیم مشخصه که تو تهران 3-4 تا از کاباره ها با هم رقابت تنگاتنگی دارن. تو کاباره میامی اسم ستاره هایی مثل هایده، مهستی، شمایزاده و همینطور ابی و شهرام شپره به چشم میخوره. گوگوش گل سرسبد کاباره باکاراست. عارف و گیتا هم تو شکوفه نو و فریدون فروغی تو کاباره کانتیننتال برنامه اجرا میکنن.